افسانه یگانه تئاتری بچگانه است که در آن تنها هنرمندان کوتاه قامت فعالیت می‌کنند. خردترین هنرمندی آن 12 سال دارد و قدش همگی 65 سانتی متر است. این تئاتر همسال استقلال کشور بوده و اما طی 3-4 سال است که مخصوص با اشخاص کوتاه قد کار می‌کند. هنرمندان را رهبر تئاتر بیگ محمد اسامیدینов از نواحی مختلف کشور پیدا و سرجم کرده است. برای منم اینها یک بازیافتی خیلی قیمتی است که من از یافتن خیلی خرسند میشم. وقتی که اینها رو در آن مثلا در ناحیه‌های دوردست در خانه‌های خودشان می‌دیدیم، خیلی افسرده خاطر، از تحقیر مردم خیلی آزرده، خیلی دلشکسته بودند. وقتی که ما یک جا میشویم خیلی زندگیشان دیگر، وقتی که می‌بینن که یک جمعیت همه یک خیله هستند، وقتشان بسیار خوش است. با آنکه این مردم با محدودیت‌های جسمانی به دنیا آمدند و با چالش‌های جدی در جامعه روبرو هستند، باز هم تلاش می‌کنند که خاطر دیگران را شاد کنند و در جامعه نقشی داشته باشند. افسانه در یک حجره خیلی تنگ بینای مرکزی فرهنگی جوانان پایتخت عمل می‌کند. در این حجره که یگانه جای تمرینگاه و عموماً اتاق کاری کارمندان افسانه است، هنرمندان راهدور زندگی نیز می کنند. رپرتوار افسانه نمایشنامه‌های گوناگونی بچگانه دارد و آنها این همه را در مکتب و کودکستان‌های سراسری کشور نمایش می‌دهند و از درآمد به دست آمده زندگی خویش را پیش می‌برند. هر بد بیا زندگی برای اشخاص کوتاه قد در تاجیکستان به مراتب دشوار است. معمولاً آنها در انزوا قرار دارند و به خاطر فرار از تبعیض کوشش میکنند به چشم اهل جامعه کمتر نمودار شوند. خودت پس دیگه خیلی از خیلی زندگی مثلا خیلی شده میبره رودا میبره قد بلنده میبینه حواظ میزن قدم خیلی بلند باشد مثلا خیلی فیگور میکنه مثلا خیلی جدا هم خیلی مزاق میکنن و خیلی خیلی مزاق عادت کرده از خوردی عادت کرده سیرانه هم خیلی دلی عادت سخت میرسه خیلی خورد بودم منو اپو میگفتن اپو یعنی که معنی قدش پسته خوشبختانه من اون نظر و اون دیدای پسته که مثال در گرد و اطراف من است در راه در نقلیات در دیگر جاها نسبت من است اونها به من یکون تاثیر نمیرسونند چون که من در جامعه جای خود را یافتگیم. هنرمندان تئاتر افسانه برای نمایشی منوک آمادگی میگیرند، اما یکی از هنرمندان اولمسای که در نمایشنامه نقش کلیدی را میبازد و در ناحیه عبدالرحمن جومی به سر میبرد، بنابر نداشتن مبلغ طی 6 ماه امکان نداشت به پایتخت سفر کند. ما نیز با نیت خیر و به خاطر سری وقت تهیه شدن نمایشنامه برای خردسالان عازم ناحیه عبدالرحمن جومی شدیم تا اولمسای را با خود به پایتخت بیاریم. اولمسای حیاتова 26 سال دارد و اما قدش همگی 67 سانتی متر است. در مکتب تا صنف 7 تحصیل کرده است، اما خیلی دانا و حاضر جواب است. وقتی که خوش باشم جا رفتنی نمیمونم. وقتی که زیق شدم و زیق شده افته خانه خشته وارا رای میکنن که همونجا کچیده که خورسم کرده همونجا رای میکنن. در خانه کاری خانه میکنم و چمده یارده میکنم با گردوزی میکنم هم خیلی ای سرانه هم اکه زیادی ندستتونم خیلی مخلصم بعد شروع دارد در بردش نقص میبینم. دیگر برای تو نمیگیرم دیگر برای تو نمیسوزم چشمان انتظاری با این هم اولمسای دنیای زیبای خود را دارد که در آن هم آرزوی عشق است هم ازدواج، اما این همه را اولمسای از دیگران پنهان نگاه می دارد و به گفته خودش می داند که با محدودیت جسمانی باید از بحر بعضی آرزوهای زنانه‌اش بگذرد. آمدن اولمسای به تئاتر همه هنرمندان را خرسند کرد. خرسندی خود او را نیز حد و کنار نبود. او نه به تئاتر بلکه به دنیای خود وارد شد، زیرا افسانه فعلا برای گروه خرد کوتاه‌قدها مرکزی را میماند که در اینجا آنها می توانند یک جا جمع آیند و آزادانه با هم تقدیران خویش در موضوعهای گوناگون صحبت‌ها دایر و نمایشنامه‌ها تهیه سازند.
اما حجره خرد این تئاتر امکان به کار تامین نمودن همه خواهشمندان را ندارد. ولی هنرمندان خرجوسه امید دارند که حکومت نسبت به تقدیر آنها نیز بی‌طرف نبوده برای بنیاد تئاتر لیلیپوت یا کوتاه قطعه‌های تاجیکستان برایشان بینای ویژه هدیه خواهد کرد.